کسی میداند. دوستان فراموش شده کجا میروند؟ دوستان قدیمی و فراموش شده به کجا میروند؟ دوست غافل نباشید، دوستی های خوب اینطور تمام میشوند. اوه اوه، دنیای شلوغ و پرمشغلایی است، اما دوستانت را فراموش نکن. دستیاری دراز کن، چند کلمه بفرست. چنین حرکات کوچکی میتواند همه چیز را تغییر دهد. کسی میداند دوستان فراموش شده کجا میروند؟ دوستان قدیمی و فراموش شده به کجا میروند؟ دوست غافل نباشید، دوستی های خوب اینطور تمام میشوند. چگونه دوستانمان را حفظ کنیم؟ چگونه دوستانمان را از دست میدهیم؟ هزار راه برای از دست دادن دوستی ها و هزار راه برای حفظ آنها وجود دارد. کسی میداند دوستان فراموش شده کجا میروند؟ دوستان قدیمی فراموش شده به کجا میروند؟ دوست غافل نباشید، دوستی های خوب اینطور تمام میشوند. ما میتوانیم دوستی را از دست بدهیم، آن را آنقدر آهسته از دست بدهیم که حتی خودمان هم ندانیم که داریم این کار را میکنیم. ما این کار را با این تصور انجام میدهیم که درست یا غلط ما نمیخواهیم دوستی ادامه پیدا کند. فقط بی توجه بودن با بی توجهی به دوست، هدفمند یا عمدی به آن شخص میگوییم. ما میخواهیم دوستی تمام شود یا احتمالاً زبان بمیرد، و روشن میکنیم که اهمیتی نمیدهیم. او ممکن است ما و دیگران ممکن است منظورمان این نباشد، اما این روشی است که اغلب دیده می شود. تا او این اغلب میتواند بسیار دردناک باشد، تا بسیار بدجنس به نظر برسد. چرا فقط یک کلمه نفرستیم؟ حتی اگر فقط بگوییم سلام دوست، امیدوارم حالت خوب باشد. حتی یک چیز کوچک مانند این هم میتواند مفید باشد. هر از گاهی این کار را انجام دهیم، میتوانیم کارت بفرستیم، پیام بگذاریم، به هر حال به نحوی آن را ارسال کنیم. این فقط یک اطمینان خاطر است از یک احساس از جانب شما. ما آن شخص را در موقعیت‌های خاصش درک می‌کنیم. فقط یک ارتباط کوتاه، فقط یک خط کافی است، اما بیشتر از این هم از جانب شما خوب خواهد بود. این روابط هستند که به شما و دوستانتان کمک می‌کنند، به روش‌های شگفتانگیزی با ناگفته نماند که چگونه روزهای آن حال و شما را روشن می‌کنند. دوست سهلانگار نباشید، دوستی های خوب این گونه تمام میشوند. نگذارید این شما باشید، شما میدانید چه باید بکنید.